ما هم به مسئولان پاکستان هست که حرف مردم ایالت بلوچستان را که شکایت دارن بشنود و خصوصا زنانی که اونجا راهپیمایی کردند و اعتراض داشتن بالاخره حرف اینه را بشنود. اگر اینها شکایتشون آنه که بسیار مردمشون مفقود شده بالاخره بشینن با اونها حرفشون را بشنود، یا میگن که افرادمون کشته شده و مذاکره کنن با اونها. از مذاکره با ناراضگی ها کسانی که ناراضن دوری نکنن، دولت ها بشینن و تدبیر بکنن و حق کسی که ضایع شده بالاخره عادلانه مشکلی او را حل کنن، با آنها رفتار کنن.